این باغچه مامانمه. سلامتی تمام مادرها. 3 تا قلب قرمز بذار تا بریم ویدیو شروع کنیم. معتاد شدی به سیگار، ولی سیگار بوی بد داره. سیستم ایمنی بدن تو ضعیف میکنه، دندونا و لثه‌هاتو خراب میکنه، ریه و ششتو از بین میبره. میخوای جایگزین براش پیدا کنی، میتونی به بادمجون معتاد بشی، چون نیکوتین داره، سیستم ایمنی بدن تو قوی میکنه. اگر سندروم بیخوابی داری، امان تو بریده، بادمجون و عصرا خام استفاده کن، باعث میشه مغزتو سمزدایی کنه. خلط اضافه داری، بادمجون و پخته استفاده کن. بادمجون و نارس استفاده نکن، چون تولید سم میکنه، سرطان آوره. اگر آسم داری، بادمجون استفاده نکن. اگر مشکل گوارش داری، بادمجون دیر هضمه، استفاده نکن. حتما تلخی بادمجون با آب نمک بگیر. سلامتی پدر مادرم این ویدیو بفرست برای همه، چون خیلی به دردشون میخوره. سیگار میکشی، هم مواد استفاده میکنی، برای ترک هر دوش شمارت رو بذار دایره.